یکی دیگر از ویژگی‌های رزم گیلمو حرکت دست زدن در حین مبارزه است. با این حرکت هر یک از مبارزین در صورت عدم تمرکز یا آمادگی یک زمان استراحت 5 ثانیه‌ای برای خود ثبت می‌کند. دست زدن باید در مقابل دیدگان حریف صورت بگیرد. در هر راند بیشتر از 2 بار نمی‌توان از حرکت دست زدن استفاده کرد. به محض دست زدن یکی از 2 مبارز، داور وقت 5 ثانیه رو در نظر میگیره و برای دست زدن هر یک از حریف داور موظف بازی رو قطع کنه و بعد از 5 ثانیه بازی رو شروع کنه. یکی دیگر از ویژگی‌های رزم گیلمو درگیر شدن 2 حریف با همدیگر است که با آن فنون سرشاخ میشه. نکته مهم این که در حالت سرشاخ هر گونه ضربات مشت و حرکت دست زدن ممنوع میشه. حرکت کش در حالت سرشاخ. دستی به کت نمودن و تاباندن و پیچاندن به طرفین و پرتاب حریف یکی از متداول‌ترین فنون در حالت سرشاخ میباشد. با هر 2 دست عقب و دست جلو امکان اجرای آن می باشد. حرکت کش در حین درگیری می توان با هر 2 دست مبارزین اجرا شود. حرکت کش در حالت و زوایای مختلف مشاهده می توانید. مبارز میتونه از هر 2 دست برای استفاده از فنون کش اجرای فنون کش مبارزین در حین مبارزه.
هر نوع درگیری در رزم گیلما به منظور برهم زدن تعادل و زمین زدن حریف انجام می شود. چند نمونه از فنون که از حالت تیش به حالت سرشاخ را مشاهده می فرمایید. زدن دستوک و گرفتن پای حریف یا زدن سرکلاف و گرفتن پای حریف که از تکنیک های مبارزه در رزم گیلما. نمونه اجرای آن را در بین دو مبارز مشاهده می‌فرمایید. زدن ضربه میز و گرفتن پای حریف. یکی دیگر از فنون در حالت درگیری اجرای فن فتح پا یا کو می باشد که منجر به افت حریف یا برهم زدن تعادل حریف می باشد. با هر دو پا قابل اجرا می باشد. مبارزین می توانند در حین درگیر شدن با پای عقب و پای جلو این فن را اجرا کنند.